ثروت افسانه‌ای یا افسانه ثروت شاه محمد رضا پهلوی. محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بود که از سال 1320 تا 1357 سلطنت کرد. بر اساس تخمین‌های مختلف دارایی شاه و خانواده‌اش حدود 35 میلیارد دلار برآورد شده. وقتی شاه در سال 1357 ایران رو ترک کرد، گزارش‌هایی منتشر شد که نشون میداد او و نزدیکانش با چمدان‌هایی پر از پول، طلا و اسناد مالی از کشور خارج شدند. در کل ثروت محمد رضا شاه از چندین منبع تأمین میشد. شاه و خانواده‌اش صدها هزار هکتار زمین در ایران داشتند. بنیاد پهلوی یکی دیگه از منابع تأمین ثروت شاه بود. درآمدهای نفتی هم جزئی از منابع تأمین ثروت شاه به حساب می اومد. علاوه بر این، مجموعه جواهرات سلطنتی ایران از جمله الماس معروف دریای نور تحت کنترل شاه بود. دولت ایران بعد از انقلاب تلاش کرد که این املاک رو مصادره کنه، ولی به خاطر اینکه بیشترشون به اسم شخصی بودن، نه دولت شاهنشاهی، کار خیلی سخت شد. آخرین شاه ایران که یه روزی قدرت مطلق کشور بود، آخر سر تو تبعید و بیماری از دنیا رفت. بی کشور، بی تاج و تخت،